فیروزما لبای سرکار. این رئیس ما رو ایدر درون کرده خودش گیجاره. نمیدونم سرکار. توبه همین ناو یا کور همین دست میگیری که خوب شد میگیری توی نه اینجا میرم که مردم همه کید میشوانو شما هم مجلس داشته؟ مجلس خوک امال وقتی مجلس بوزی های سنگی و سیاه مونه ناو میکنیم بچه دینا گفته میمونیمش کران نیفتیم امروز یک کران ایره قپیدیم موشنی رئیس بسر مرفت اوخی نه بگم نشوه شیشتم اومدو رئیس به شما زیق میشوند میخوان که در همه جا شریکشان باشه یافته آدمی بیکار شد اگه یک سنگ آوردم بچم این همین 100 سال تو میخوره و خورده نمیشوه آهن ارد بکنم این همین 100 سال تو میخوره و خورده نمیشوه اوخی همین آسیاب ایخن بوشه گنده های البته نه ثواب مردم میگیره سرکار بابا ثواب مردم عطای تو میگیریم بچم ما این کرو را ایوه یاد گرفتیم بچم این همین رحمتی رئیس کالخوز بوده همین دسته کلان دویم در قاپش به جنبی السلام علیکم اینا نوم شبکه و گوش شبکه السلام علیکم سرکار و علیکم بسلام ما قطیف فیروزه ما نو تره غیبت داشتیم فیروز است که شما برای غیبت هم وقت میابید؟ همه برای تره فقط غیبت کردن وقت دارم سوزی گلکات سوزن رحمت سرکار رحمت سلام رئیس فیروزات خواهیمه شما نغزید درستید؟ شکر دستتون اینقدر خنک هوا گرمو دروازه مکتبش پوسیده شمال میدروه زو دستش بگی که با دست سرما نزنه زیرو سرکار شوخی میکن یا؟ آهن دارد رئیس برای شما معلمه آهن دارم باشد معلمه تشکر رئیس ما مردی قولیم برای او دروازه دم باشی خیشی دیگه هم در کره نمیرسد سرکار خیانه چورتا دو ماشین خیشتو دروازه رو به پول میدیم ما مردی قولیم دم باشی خیشی دیگه شا ایمن ارد بگی زیروف ما هم مردی قولیم من روزی سرکار من روزی انا پگای دیگهش دستی معلمه را با قپو بی دست نسوزه نومه میگردونم زیروف اون معلمه دست میداده باشن آی آخی کارشا که بود کردی چوتش نمیداده این مسئله حل حل سرکار حل ما مردی قولیم سرکار مردی قول اینجا چی مسئله های باز یکان دروازه دیگر رو نو کنید میگفته بیستنده ولی اگه همی یک تشه نچسبونده این کنایه نکن زیرو شوخی میکنم شما هم از این مسئله خبر نداره سرکار سلام علیکم سلام علیکم چی دیر موندم تو داییم در میمونی امیروف گرگی باران دیده ده سرکار میداند کی بیاید علم میکنه ده سلام فیروزه سلام رئیس تراکتوری وعدگی کو رئیس اکنون سوزشواری نداره معلومه باور کردی فیروزمو فهمو این راه برای گوشم علو گرفت این به سبب نبود از ده ها ای وقت که تو رئیس شدی گوشا دویم سر خانه میرو او چوا آخی وعده میکنی و اجرا نمیکنی بعد گوشای تو سرخ نشون ای که سرخ میشون ای قرضه که میدی شود میدیم سرکار گفتم کو ای قاقی نو گویو من امیروف
دایرکتور لبای آخه همون یک تراکتور چرا که به فیروزه ما را دادن نمیتونی گیجای تو دایرکتوره این تاجیکای نو دیدید فیروزه تیماق شوند هم توپول نتید عدسه نمیزنند همیتا انا همین تا انا که تو قطعه بلای گوشات بگی و گوش کار میرو خیر انا اگر همیتری دایرکتوری کنی نه ایقاقی نه قرضاتا میکنی نه ایقاقی که نه همه میدونن که بانکیراتی پول نداری آخه ای پول نداری معامله خوب و خیرخواهی به پولای کن آخر چه گناه کردیم سرکار سویتو ما میکشی ما خب اوو منو محکم میکنی ما خب آخه همون گواه چی گناه دارن که در تپه های باباگی ما چریده شو نمیمونی ای این تل و تپه ها با هم مرا بسه ای بچه یکا تل و تپه های سوخوزند سرکار چاروای سوخوز باید چرا کند ماده که جو بچری تو حق نیست امیرو سرکار خفه نکن که یک عمر کارت برا نمیگیرد زیرو من ای رئیس خفه نمیشم این سری کلوبش گم کرده ای گردنش گپش نمیگیره نخند امیرو که خنده بیمعنی عاقبت خوب نداره نخنده گردن تا کمککی اینه تری مولیش میده بگو که ایت بلوتر سرای بگو تو این کارا را برای من نکو امیرو طلبات دور زمانه همین تریه فهمیدی؟ نه خواهش میکنم مهمان عزیز را با احترام استقبال بگیرید. مهمان عزیز را شناس کنم یا اکو پر خوب میشوده رئیس هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی، برنده جایزه دولتی اتحاد شوروی، در دو دعوت وکیل سابق شورای عالی اتحاد شوروی، یکی از شخصیت‌های فرهنگ و هنری کشورمان و نهایت همدیار عزیزمان سولت دولتویچ فیضوف. شنید بابای عبدالنبی. استاد عزیز قدمتان مبارک و دیار بابایی خوش آمدید. تشکر رئیس. روبروی ما شما استاد ستونهای ناحیه امان جمع آمدن. آبادی و پیشرفت ناحیه در دستی همین هاست. رئیس مهمون عزیز حافظه بابای عبدالنبی سولت دولتویچ در جمهوری اولین هنرپیشه هستند که نقش لنین رو بازیدن. استالینه چی؟ استاد اگر خطا این نکنم خطا نکردید بختیار حکمتویچ. در 3 نمایشنامه نقش استالین را بازیدم سرکار، اما عنوان ارتیست خلقی اتفاق سویتی را برای
اجرا کردن نقش لنین گرفتم. دوستان بیاد رسمیت رو یک طرف مانده به صحبت آزاد میگذاریم. استاد که رنج راه کشیدن زیاد خسته نمیکنیم. چی گفتی؟ رئیس ایتا نمیشود که همین صحبت آزاد در خونه ما تشکیل کنیم. اگه برای همه استالین بازی کردگیش همین یک گوسپندی بردقره در پیش پای معلم خون میکنم رئیس. یکی در شورای عالی نومه میگیره. من وکیل مجلس عالی نیستم سرکار. آخه چون ناومدی خدمت وکیلت بگیریم؟ وای همو کالوش نکفتن خودت ساز نبودی. اینا وکیل شید و گم شید. شما چی به دهن آب گرفتید رئیس ها؟ رئیس زیرو فکونه میدونم نکی امیرم انیق گوسپند نداره. سولتکه چراغ خاندانمون و ما پروانه. ما میده بازی نمیکنیم سرکار. گوسفند نه گاو میکشیم. کم نشوید عزیزان، تشویش نکشید. برای من قرطب بابایی کفایه است. تشویش نکشید. استاد با بچه های مکتب ما میل واخوردن دارید؟ اگر شما و بچه ها میل واخوردن داشته باشید چرا نه؟ من بچه ها را اصلا زیاد دوست دارم. تشکر استاد. سلامت باشید دخترم. بختیار حکمتویچ با اجازت شما یک پیشنهاد دارم. مکتب ما کهن‌ترین مکتب در ناحیه و نام ندارد. اگر شما این اقدام ما را دستگیری کنید و مکتبمان را به نام استاد فیضف گذارید. تشکر فیروزه لطفاً. آفرین. دروازه ایود نبروی زیروف. محمد قولم. از روی معلوماتی که من دارم استاد در همین مکتب شما تحصیل کرده. این کدام مکتب است رئیس؟ مکتب یک استاد. بله تا صنف چهارم. آن وقت همگی 2 صنف خانه داشت. بله استاد. برای پیشنهاد و لطف زیادتان یک جهان تشکر دخترم. ولی این ناحیه بزرگان زیادی دارد از من ارزنده تر. تشکر دخترم. این فیروزمای ما رنگ رحمتی پدرش معلم. اول همین خواب میکنه و بعد همین یک گپ میزنه که دیگری گپ های. استاد پدر معلم 35 سال در ناحیه همان رئیس کلخاز بودند. لطفلا نظیر فیروزه دختری نظیر. بله استاد. روانشان شاد باد. انسانی نجیب بودند پدرتان. شما دخترم 100% حق دارید که با نام پدری خیش فخر کنید. زیرا من نان و نمک زیادی خوردم و نیک خاطره ها دارم. آخرتش آباد باد. تشکر استاد. سلامت باشید دخترم. عزیزان برای استقبالتان یک جهان تشکر. رئیس من مسئله زیارت پدر را گرم. خودی حاضر؟ اگر شما راضی باشید. عزیزان استاد عزم زیارت خاک پدر را دارند. البته امر مهمان واجب است و با اجازت شما استاد را جواب میدهیم. تشکر. منتدار. بفرمایید استاد. تشکر. سلامت باشید. ما هم بریم رئیس. نه سرکار گپ هست. اوه بوچی نباشم. گوسفند برداخه چی میشود سرکار؟ گوسپندای خود در پودن. ای سنگ آسیاب امروز حمام. بس که زیرو حالا ما توزه نکو خودم در اینجا و هشم در سنگای.
البته حالا هر یک دقیقه و ساعت غنیمت است. من هم باور کنید چندان وقت صحبت و مجلس آرایی ندارم رفیقان. تنها به خاطر استاد فایزوف که خیلی مرد شریفند و جای افتخار است که همدیار ما هستند. همه شما را زحمت داده اینجا جمع آوردم. دیروز همچون رئیس حکومت ناحیه قرض انسانی خود دانستم که استاد را اینجا دعوت نمایم. توی پوی داره رئیس. استاد فایزوف سخت بیمارند و برای طبابت و کمک مادی احتیاج دارند. سبب شما را اینجا جمع آوردنم ضیافت دادن مهمان نیست رفیقان. البته وضع اجتماعی و اقتصادی جامعه به همه چون روز رفشن است. شرایط زندگی مردم ناحیه همان هم از دیگران بهتر نیست. خودمان محتاج یاری و مددیم. به این معنی می توانستم زنگ زده خاطرشان را جمع کنم، ولی وجدانم نبرداشت. باور کنید. اینک این قضیه را من به حکم شما حواله میکنم. چی خدمت کنیم رئیس؟ بگو بچم، این روز در سر همه هستن. $8,000 در کار. نفهمیدم رئیس. رئیس میگه که $8,000 در کار. فهمیدی؟ واه، بچهش هفتشید عمر معلم کیلویی ایقا خروجات میکنه؟ تا چنده که سین و سال رفتن گیرد جان همان قدر شیرین تر می شده است. بابا چی میجاقی امیروف؟ ای تریش هم میفهمم. نوشرگی کسلشو او چه خیلی کسله که ایقا قیمت های؟ دل بابای عبدالنبی. جراحی، طبابت، خراجات راه $8,000 می شود. در خارجه جراحی میکنند؟ بله. از روی معلوماتی که من دارم دخترشان $1,000 یافته است. 2,000 حکومت جمهوری، 1,000 دیگر وزارت فرهنگ وعده دادگی. باقی ماندهش را از کجا یافتدیم رئیس؟ از صورت حساب شخصیتان رفیق امیروف. اگر در صورت حسابم یک تین داشته باشم صدقه سرطان. فیروزه سوینا، اگر شما پول داشته باشید به صورت حساب شخصی میگذرانید؟ چرا؟ میترسم. از چی؟ میترسم که آیا اون امانتم رو پس گرفته میتوانم یا نه. تشکر خواهرم. شنیدید امیروف شنیدید؟ شنیدم. شما $هایتان را در کجا به امانت میگذارید؟ $40 ها رئیس؟ با قرار حکومت ناحیه 4 گکتار زمین آبی سوخاز شما برای بنیاد منزل جدا شده بود. خیر تقسیم کرده دادیم؟ 2 نفر سابقه دار جنگ و مهنت از سوخاز شما 3 روز پیش نزد من آمده زمین طلب کردن. این چی معنی دارد؟ نمیدانید؟ این معنی آن را دارد که پیرانی برجامانده دانر ندارند. رئیس بختیار حکمتویچ، اگر شما در حقیقت به جای من کسی دیگر رو در نظر داشته باشید من میتوانم خودی حاضر عریضم رو نویسم. عریضه؟ بله. یعنی شما عریضه می نویسید و من امضا میمانم. تمام؟ شما خلاص؟ تمام. این خوابتان را با آب گویید رفیق امیروف. شنید؟ معذرت میخوام رفیقان. من خواهش میکنم مرا درست فهمید.
من استاد فیضوف را نه به خاطر خودنمایی و شهرت طلبی اینجا دعوت کردم. تمام جمهوری میداند که استاد همدیار ما اند و خون نافشان اینجا ریخته است. میترسم که باز فردا باعث ملامت و مذمت دیگران نشویم. استاد از اینجا باید ناامید بر نگردند. این فرمان نیست رفیقان. من برادروار از شما خواهش میکنم به قدر امکان و توانتان برای طبابت استاد کمک خود را دریغ ندارید. در قرآن عظیم و شان و حدیث های حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صدقه کردن، خیر و سخاوت از نکوترین فضیلت های انسانی شناخته شده است که از طاعت و عبادت هم مقدم تر است. همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه ساله حج نمودن، سفر حجاز کردن. به خدا که هیچ کس را ثمر آن قدر نبخشد که بروی ناامید در بسته باز کردن. همه از ما قرض دارن رئیس. عجیبش این که همه تی یک کس مه نمیگوید. همین که قرض ها را گرداندن رئیس. تو کی مه میگوی بچه اکا؟ رئیس اگر باشد صدقه سرطان، لیکن همین آفت سال گذشته یگان مرغ زنده نمون رئیس. تا این چوجه های نو مرغ میشوند که آخر فهمو غلام علیویچ، تشکر. بختیار حکمتویچ، اگر مهمان تا ترما طاقت کنن یگان علاج کرده. مهمان طاقت میکنند لیکن درد جانکاه طاقت ندارد. شنید؟ 3 ماه باز برق نداریم رئیس، قرض داریم، حسابی کردن نتوانستیم. در خزینه همون یک تین نیست. اگر همون قرض ها رو بیارند ما البته از اودهش میبریم. تشکر. چه خدمت کنیم رئیس؟ سلامت باشید. پیش همین جنگا احوال مردمی ما هم خوب نبود. راستی گپ ده. اوخه ای سولتوف فیضوف او آدمی کلون کی بود، چوا مردمی رایونی ما را یاردم نکرد؟ سوالتون بسیار با مورد بود بابای عبدالنبی. جواب میدهم. اگر در خاطر داشته باشید ساختمان بیمارخانه نوی ناحیه همان قریب 15 سال طول کشید. 15 سال این به گفتن آسان. اگر در بدر اداره و وزارت ها همین استاد فیضوف نمیدویدند و میان روی نمیکردند، ما با 100 سال دیگر صاحب چونی بیمارخانه زمانوی شده نمیتوانستیم رفیقان. اینش هم نگفتن نماند که در آن دور و زمان و قبول کاتب یکم نه هر کس در آمده میتوانست. باز که سوال دارد؟ خیلی باشد به سوال من جواب دهید. کی میگوید که ساختمان آبانبار ناحیه کی آغاز شده بود؟ چون پیش برژنوف بود. من شخصا یاد ندارم. بهار سال 1986 استاد فیضوف و هنرمندان شناخته تئاتر تاجیک با فاجعه بیزوال شکسپیر شاهلیر مهمان مسکوگی ها شدند. بعد انجام این نمایش تحت کفکبی های بردوام مخلصان نماینده وکالتدار حکومت آن وقته اتحاد شوروی روی صحنه برآمد. سبد گل را نزد هنرمند معروف تاجیک گذاشت. صمیمانه تبریک و تهنیت گفت و پرسید چی درخواست و چه آرزویی داری؟ مخلصان فاجعه که طول تماشا همه اشک میریختند از جواب استاد فیضوف یک باره به خنده آمدند. کی میگوید؟ آن چی جوابی بود؟ من جواب دیم رئیس. مرحمت معلم. اگر خطا نکنم جواب استاد چنین معنی داشت: ساختمان آبانبار زادگاه هم سالیانی دراز تشنه و بیاب است. آرزوی آن را دارم که هر چی زودتر این آبانبار تشنگی بشکند. شنیدید بابای عبدالنبی؟
худи ҳамон сол сохтмони обанбор ба поён расид ва то имрӯз дар хизмати мову шумо қарор дорад. садафсӯз ки имрӯз сӯзани сӯзангар садо дораду зарбаҳои оҳангарро намешунавем ё шунидан намехоҳем. раис, боварӣ дорам ки мардуми ноҳия шуморо дастгирӣ хоҳанд кард. аз нес зиёди мардум нони хӯрдан надоранд хоҳар. як ташту амиров. шояд шумо ҳақ бошед амиров, вале бузургии мардуми оддии мо дар ору номусеуст. нони хӯрдан надораду гирья намекунад, нони хӯрдан надораду доду фиғон намебардорад, нони хӯрдан надораду мусибати ҳамсоя ё бегонаро мусибат бар сари худ меҳисобад. бобои абдунабӣ, савладакаро наҷот додан дар кор. ӯро худо худаш наҷот метиҳад бачам. ҳақ гуфтед саркор. ҳаракат аз мо ки сар зад, худо ҳам ҳаракаташро албатта медиҳад. раис мегӯй بریم کوزه و صندوق ما بتکیم. سلام باش. پیش از این روف. عذر رئیس. کو گپ زن؟ زورمو میرسه؟ خیشت شکم سری سرکار. خیشتی تیره سولت رو در سرش میزنه. و خیشت هم پول کو؟ تو همون مقالی بزرگ نمو با یادی من آوردی. تو او خیشتای تیره میخرن که تیره ما میشوه. نه ایتا نمیشوه رئیس. اوش قرض داره، ایش خیش داره، اوش برق نداره و ایش مرغاش مردن، ایش یک تین نداره. چی داد میزنی سرکار؟ اگر همی تو زیادتر نپرتام همی رو ریشم قاق میتراشو. ای خیلی دوری پرتو؟ تو چی نداری؟ نه. آخه دین بچه تا چوکبران کردی یک هفته مردم ای خانه کلاو برومدن کو یک خیلی دیگه شب بزنبر برداشتن. آخه توی پد یک روزه، 2 روزه، 3 روزه، ای چی بلا توی ای ستما رئیس نه بامه میبردارن نه روا. من رفتم رئیس. رئیس من برم مهمون که اومد راست خونه ما. امیروف اگر پگه یا پگه دیگه قرض نبیاری دستور بدی بود. آسوده باشید همدیاران عزیز. ببخشید اگر شما را زحمت داده باشم. کمینه این مبلغ را تنها از شما طلب نداشتم. هیچ گپ نه. در این دیار مردانی با آر و ناموس و همت بلند و سخاوت پیشه کم نیستند. ایمانم کامل است که استاد از زادگاهشان ناامید بر نمیگردند. من این را با تمام مسئولیت ابراز می‌دارم. بختیار حکمتویچ، اما نگفتیم که از پی کارتان شوید. بختیار حکمتویچ، شما ما رو من شما را خوب فهمیدم. رئیس اگر همون قرضها رو بیارند باور کنید من از یگان نفری شما نرنجیدم. مرحمت از پی کار شوید. به همتون جواب. خدا یارتون. برای کار می‌کنم. رئیس شما در غم و شادی مردم نوحه همیشه شریکید. باوری دارم که گپی شما از دهانتان نبرآمده مردم شما رو دستگیری خواهند کرد. تشکر خواهرم. رئیس من 800 خواننده دارم و 50 آموزگار. اگر فیروزه لطف‌الله من سبزه کوه بلند از آب دریا فارغ است. بینوایان را خدا مثل هوایی می‌دهد. واخوری رو چی نگذراندنید؟ رئیس ما میتوانیم واخوری رو 2 روز بعد گذرانیم. برای چی؟
дарвозаи мактабамонро нав карданем. Зеро 2 мошин хишту дарвозаи нав ваъда кардам. бепул? ҳа. фикр мекунед ки инҳо 2 мошин хишту дарвозаи бепул медиҳанд? чӣ намедиҳанд? гумон аст хоҳарам, гумон. чӣ маслиҳат медиҳед раис? ман маслиҳат намедиҳам хоҳарам, дарвоза медиҳам. чӣ хел? зирҷавонон, сардори ПМК Холиқовро пайдо кунед. Хуб шудаст, раис. аз шумо як хоҳиш дорам хоҳарам. аз дастам меояд? меояд, фирӯза бутулоевна, меояд. сифати тарбияву таълим фикр мекунам ки боз ҳам беҳбудӣ мехоҳад. албатта мефаҳмам, дар шароити ҳозира бори дӯши шумо омӯзгорон хеле ҳам сангин аст. вале ин душвориҳо гузаронад хоҳарам. муаллимонро бовар кунавед. албатта ояндаи некро бе мактабу маориф, бе кори тарбияву таълим тасаввур кардан имконнопазир аст. кӯшиш кунед ки муаллимони асил мактабро тарк накунанд. ман ҳам то он соате ки дар сари ин вазифа ҳастам кӯшиш мекунам ки ба мактабу муаллимон ёрии худро дарёфт надорам хоҳарам. ташаккур раис. мо ҳам кӯшиш мекунем раис ки сазовори боварӣ бошем. барори кор мехоҳам ба шумо. албатта боз чанд минути дигар ҳам аст. به نظرم چنین من نمود که تمامی مرده ها از منزلشان برآمده به حال من میخندیدند میخندیدند. آی پیری ابله مگر کوری ها نه قبری پدرم. ولی منی بدبخت قبری پدرم را نیافتم و ندیدم. آرام شوید استاد. باری آخر کی زیارت کرده بودید استاد؟ 15 سال پیش. خیلی جای شما نیست استاد. تا این سالهای آخر خاکجای گورستان ما هم از قبر پر شد. استاد، نیتتان زیارت خاک پدر بود؟ انشاءالله دعایتان مستجاب می شود. هنوز در دوشنبه نیت داشتم که رسیدن زمان منزل پدرم را زیارت میکنم و سبزه های خشک شده بالای قبرش را چیده تازه کرده میگویم که ببخش مرا پدر که من اینقدر سال به زیارت نآمدم. شما ملول نشوید استاد. آخر شما همیشه در خدمت خلق بودید. این نمایش و واخوری ها، سفرهای هنری، سیاسی و مجلس های حکومتی، بعد این چاره‌بینی و عید و جشنواره ها البته امکانیت ندادند. استاد، آخر شما خود به خودتان تعلق ندارید. شما هنرپیشه مردمیید و مردم این دیار باز از شما امیدهای زیادی دارند. ندارم، مدار نیست. این زخم
در مغز دل است و 3 سال باز تارهای جانم را ناخون میزند. نوازشش تلخ و دلخراش. آسوده باشد استاد. و انشالله جورش را تغییر میدهیم. آهنگ مهر و اخلاص مردم باز هم پرقدرت‌تر است. ببخشید، من از این لطف و مهربانی شما خیلی منت دارم برادری نه عزیز. استاد. بعدی از خارجه از طبابت برگشتن منتداری میکنید. آن هم باشد با خوری ایجادی با اهل زحمت ناحیه. استاد، ما آن مبلغ ضروری را الکی جمع آوردیم. نه بختیار حکمتویچ گیر شد. ببخشید که من شما را خیلی زحمت دادم. اگر شما خرسندی مرا خواهید پولهای جمع کرده تان را پس گردانید دادری عزیز. استاد، شما به طبابت می روید. اگر بزاری نخواهید بزاری می فرستیم. من همین خیلی. مرده را کجا روان میکنی دادری جان؟ بهترش در گوریستانی که پدرم خاک شده است 2-3 قدم جای جدا کنید کفایه. راه دیگر ندارم برادری جان. راه دیگر هست استاد. اگر نمی بود شما را برای طبابت به خارجه توصیه نمی کردن، شما باید روید سولدکه، باید. برادر جان مرا عذاب ندید. نه شما گمان نکنید که از مرگ. برادری جان من از آن میترسم که مردم در غریبی بی صاحب نماند. سولدکه نمیروم. تلاش زندگی مرا مجبور کرد و به شما مراجعت کردم، رد نکردید. سلام به آسمان رسید. شما گمان نکنید که من از عقل بیگانه شدم. این امری من نیست. این امری دلی زخمین است دادری جان. استاد، آرام شوید استاد. رنج راه شما رو خیلی خسته کرده است. معذرت میخواهم. بیدر نفس به اداره داریم. رئیس شما از من ملول نشدید؟ استاد،
میدانید امروز یک مفهوم نافارم مرا خاص است. کدام مفهوم استاد؟ زنده در گور. سالدکه. با کسی لازم نیستم امروز نه استالین را میپرسم، نه لینین را، نه اوتیلو را، نه شاولین را، نه ایدیپ را، نه وکیل مردم فایزوف را. نمیشود که کوچیده بیایید استاد. در میان باغ مهمانخانه کهنه ناحیه امان خالی است. یک کمی ترمیم میکنیم. گردش پوری درختان میوه‌دار. باور دارم که باد و هوای زادگاه برای کاملا شفا یافتنتان مساعدت میکنند. همچون رئیس حکومت ناحیه وعده میدهم که هر روز از احوالتان خبر میگیرم استاد. تشکر رئیس. تشکر می‌دارم. در این دوره‌تان کجا میبرد؟ آنجا اتاق دمگیری است استاد. اجازت هست. شما نماز میخونید استاد؟ نه. پیشانه ام را میکنم. دل تسکین می‌یابد. آمک سرکو. این لیمون هم باشه ترش نیست. تشکر. اینجا گپای. رئیس مهمون دارم. آمک سرکو. ممکنه رئیس. منم سرکار. سوالاتوف کو. خوای. پیشین میخوانم. رئیس کوامو حساب کنه تبرو رو حساب کن. چرا؟ $4,000 چند بقم میشوه. ای بابای عبدالنبی، هرگاهی که شما را میبینم و با شما هم صحبت میشوم زندگی با تمام کم و کاستی هایش برایم شیرین تر میگردد. رئیس اگه همین ناموسه که در سر گرفتی و آوردیش ناامیدش نمیکنیم. دل تپر بگی پیش هر نامرد سرتخم نکن. کاری خیره بچم حساب کنم بخوره. بابای عبدالنبی نمیروند. چوا؟ خفشی داری؟ بابای عبدالنبی شما که دولت پیری میرانید
دنیای دل موسفیدان برای شما بیشتر آشنا است. نمیشود که همین رشته عملیات رو شما به دست گیرید. نفهمیدم بچه. رشته عملیاتش چیه؟ من هر قدر که تلاش کردم یگان نتیجه نبخشید. آخه گفتم کو رئیس رشته عملیاتش همون 4000 دلار باشد بخوره حساب. نه بابای عبدالنبی، شما مرا نفهمیدید. فیضوف میترسند که مبادا روند و هنگام جراحی. انا که فهمیدم. ای من دنیای موسفیدای مچیتی خرمو اپرس. دنیای نه امیر فپرس، دنیای او زیر فپرس. آخه من ایگیجا میدونم که در دنیای این موسفید شهری چی گپای. باید که آب لای نکدم. ای بابای عبدالنبی، آب لای هم در کف شما صاف می شود. ای بای من که بچه بای جه گپایده. اگر همین مردک رفتنی نباشه چی مجبورش میکنی؟ آخه همین دردمند دردی خودشه خودش میدونه. رئیس اگه ممکنه که من برم ای پس مهمون سرما بچکم. مرحبا سرکار، مرحبا. ای بابای عبدالنبی، دنیای شما چی دنیا؟